حکایه چهارم. عهد خدا با ابرام. سالهای زیاد پس از طوفان جهان باری دیگر پر از آدم شد و آنها هنوز هم بدکار بودند و بر ضد خدا و بر ضد یکدیگر گناه کردند. در آن وقت همه آدمان با یک زبان گپ می‌زدند و گرچند که خدا با آدمان امر داد که در سراسر زمین پراکنده شوند، آنها به جای این جمع شده به ساختن شهر شروع کردند. آدمان خیلی مغرور بودند. آنها از اطاعت به خدا و زندگی کردن موافق طلب او سرکشی کردند. غیر از این، آنها به ساختن برج بلند شروع کردند که تا آسمان میرسد تا نام خود را جلال دهد. خدا فهمید که اگر آنها را باز ندارند، آنها به اجرای نقشه‌های بد خود ادامه می‌دهند. پس خدا زبان معمولی مردم را با زبان‌های گوناگون عوض کرد و آنها را در سراسر جهان پراکنده کرد. شهری که آنها به ساختن آن شروع کردند بابل نام داشت که معنایش آشفته است. صدها سال پس خدا با مرد با نام ابرام سخن گفت. خدا به او گفت: از کشور خود و خویشاوندانت جدا شو و به زمین رو که به تو نشان میدهم. من تو را برکت میدهم و تو را ملت بزرگ میگردانم. نام تو را بزرگ میگردانم. من آنها را که تو را برکت میدهند برکت میدهم و آنها را که تو را لعنت میکنند لعنت میکنم. همه خلقهای روی زمین به طفیل تو برکت خواهند یافت. ابرام به خدا اطاعت کرد. همه خدمتگارانش و همه چیزی را که به او تعلق داشت گرفته به سوی کنعان، زمینی که خدا به او نشان داده بود، روانه شد. وقتی که ابرام به کنعان رسید، خدا به او گفت: به اطراف نگاه کن. من تمام این زمین را به تو میدهم و نسل تو آن را تا ابد صاحب خواهند شد. و ابرام در این زمین مسکن گرفت. مرد با نام ملکیسادق، کاهن خدای تعالی، در آنجا زندگی میکرد. روز پس از جنگ و آزاد شدن جیانش از اسیری، ابرام با ملکیسادق واخورد. او ابرام را برکت داد و گفت: خدای تعالی که آسمان و زمین به اوست، ابرام را برکت دهد. بعد از این ابرام به ملکیسادق از همه چیزی که داشت 10 داد. سالهای زیاد گذشتند، اما ابرام و سارا وارثان نداشتند. خدا باز با ابرام سخن گفت و به او پسر و به اندازه ستارگان در آسمان نسل وعده داد. ابرام به وعده خدا باور کرد و خدا ابرام را برای ایمان آوردن به وعده او عادل اعلان کرد. سپس خدا با ابرام عهد بست. عهد عادتاً بین دو نفری است که برای اجرای بعض عهده‌داری‌ها در نزد یکدیگر راضی هستند. اما این دفعه عهد بین دو نفر نبود. خود خدا با ابرام عهد بست و به او وعده داد که پسر خواهد داشت که وارث او خواهد بود. با این عهد خدا زمین کنعان را به نسل ابرام داد. سپس خدا در خواب به او آشکار کرد که با نسل ابرام چی می شود. سالهای زیاد گذشت. ابرام به خدا اعتماد کردن را دوام داد، گرچند که او بی پسر به وارث وعده شده ماند.